روایت جذاب از سال 2009. ایده متولد شد که دنیا رو تغییر داد. چیزی که نه در دست بزرگان بود نه در دست دولت‌ها. بیت کوین. اما چطور از چند سنت به $100,000 رسید؟ این چیزی است که باید بدانید. ژانویه 2009 اولین بیت کوین استخراج شد، ولی خب هیچ قیمت گذاری براش انجام نشد. سال 2010 یک برنامه نویس به اسم آقای لاسلو هانیچ 10,000 بیت کوین رو به فروش میذاره تا 2 پیتزا باهاش. و آقای جورج هولتز که یک برنامه نویس و هکر معروف آمریکایی بود ازش میخره. قیمت هر بیت کوین 0.3 سنت. To actually buy a pizza? I just posted on the forum. I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 bitcoins in exchange for some pizza. تو سال 2011 اولین صرافی بیت کوین به اسم صرافی امتی گاکس تأسیس شد. صرافی که انقدر تونست محبوبیت و طرفدار جذب کنه که قیمت بیت کوین به $1 رسید. بعد از اون در سال 2011 بیت کوین اولین بار به $10 برسه. بعضی از شرکت‌های بزرگ به اسم ویکیلیکس و وردپرس تراکنش‌های با بیت کوین رو شروع کرد. میرسیم به سال 2013. بیت کوین از $100 شروع کرد ولی در کمتر از یک سال به $1,000 رسید. ولی سقوط ناگهانی. صرافی امتیگاکس هک شد و 850,000 بیت کوین که معادل $450 میلیون میشه رو هکرها بردن و تقریبا همه کسایی که در اون صرافی سرمایه گذاری کرده بودن سرمایه‌شون از دست دادن. این تقریبا یکی از بزرگترین شکست‌های تاریخ بیت کوین که قیمتش رو از $1,000 به $200 کاهش داد. دوره رکود تو سال 2016 قیمتش بین $200 تا $500 تو نوسان بود. ولی پس از اون به دلایلی دوباره صعود آغاز شد. هاوینگ دوم. هاوینگ چیه؟ هاوینگ چیزیست که هر 4 سال یک بار اتفاق میفته که پاداش ماینرهای بیت کوین نصف میشه. یعنی چی؟ یعنی عرضه بیت کوین نصف میشه. وقتی عرضه نصف میشه و تقاضا میره بالا قیمت افزایش پیدا میکنه. این دلیلیه که تو سال 2016 بیت کوین دوباره تونست رشد بکنه. ولی میرسیم به سال 2017. سال تولد بازار کریپتو. بیت کوین توجه جهانیان رو دوباره تونست جلب بکنه و تو دسامبر به $20,000 رسید که این افزایش ناگهانی چندین تا عامل بود که باید از سالها تونست باعث کاهش عرضه بشه. و ICO ها، ارز اولیه کوین های اون زمان می اومدن شرکت ها برای سرمایه گذاری کوینشون رو عرضه می کردن که مردم پیش خرید بکنن و بعدش با یه قیمت بالاتر مثلا با $1 فکر کنید شما بخرید و با $5 عرضه میشه. خب میشه تقریبا 400-500% سود بدون هیچ تلاشی. ICO های اولیه به شدت خوب بودن که تونستن دوباره بیت کوین و بازار کریپتو رو رشد بدن. ولی بعد از یه مدتی خیلی هاشون به کلاهبرداری افتادن و میلیون دلار از ملت کلاهبرداری کردن. در حال حاضر قوانین نظارتی سختگیرانه‌ای برای ICO ها وضع شد و بازار دوباره سقوط کرد و قیمت تو سال 2019 به $4,000 رسید. تو سال 2020 وارد میشیم. سالی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگی وارد شدن. از جمله شرکت‌های بزرگی که در بیت کوین سرمایه‌گذاری خودشون آغاز کردن به شرکت‌هایی مثل ماکرو استراتژی که بیش از $1 میلیارد بیت کوین خریداری کرد. تسلا تو سال 2021 $1.5 میلیارد بیت کوین خریداری کرد و پذیرشش رو به عنوان یک روش پرداخت آغاز کرد. همچنین اسکوئر که یک شرکت سازنده بازی‌های ویدیویی تونست $50 میلیون روی این ارز سرمایه‌گذاریش انجام بده. همین ها باعث شد که بیت کوین تو سال 2021 به $64,000 برسه. ولی آمریکا وضع مالیات روی ارزهای دیجیتال باعث شد تأثیرات بسیار زیادی روی بازار اعمال بشه. دوباره بازار سقوط کرد و قیمت به شدت کاهش شد. تو سال 2022 با افزایش تورم جهانی سرمایه‌گذاران بیشتری روی بیت کوین به عنوان یک دارایی ذخیره ارزش روی آوردن. تو سال 2024 هم با کاهش عرضه، یعنی هاوینگ 4 تقریبا، بیت
کوین تونست که به $72,000 برسه. با روی کار آمدن آقای ترامپ که با شعار پایتخت کریپتویی جهان یعنی آمریکا و شعارهای متعدد دیگه، بیت کوین از $100,000 برای اولین بار عبور کرد. غلط‌های گمشده بسیار زیادی تو دنیا وجود داره، ولی بعضیاشون به شدت بزرگن و انقدر که صاحباشون حتی تو سطل زباله هم دارن دنبالشون میگردن. رتبه 8 میرسه با آقای استفان توماس، یک برنامه‌نویس آلمانی که 7,002 تا بیت کوین رو تو سال 2011 به عنوان پاداش ساخت یک ویدیو دریافت و از دستش داد. چرا؟ اون رمز درایو USB خودش رو گم کرد و تنها 2 بار دیگه فرصت داره که رمز وارد کنه و در غیر این صورت اون برای همیشه قفل میشه. ولی طبق گفته خودش تونسته که با از دست دادن این سرمایه بزرگ کنار بیاد. رتبه 7 میرسه به آقای جیمز هاولز که کارمند فناوری اطلاعات بریتانیایی بود. تو سال 2013 8,000 بیت کوین رو پس از دور انداختن تصادفی هارد درایو خودش توی سطل زباله که حاوی کلیدهای کیف پولش بود از دست داد. ارزشش خودتون بزن. رتبه 6 میرسه به کیف پول صرافی کوادریگا CX 26,350 بیت کوین. این صرافی کل کیف پولش دست یک نفر به اسم آقای جرالد کاتن بود که پس از مرگش کلید کیف پول معلوم نیست کجاست، که با مرگش هم 26,350 بیت کوین برای همیشه قفل شد و این دارایی که ارزشش بازم خودتون حساب، یکی از بزرگترین ضررهای تاریخ بیت کوین. رتبه 5 میرسه به یک کیف پول غیر قابل مطالبه، یعنی ما نمیدونیم برای کیه. 28,151 بیت کوین داخلشه. برمیگرده به همون دوران ساتوشی ناکاموتو که معلوم نیست چه اتفاقی برای صاحب این کیف پول افتاده، آیا رمزشو گم کرده، آیا نمیخواد اصلا بفروشه، هولد کرده، معلوم نیست. و رتبه 4 هم کیف پول غیر قابل مطالبه است، یعنی ما هیچ اطلاعاتی راجعش نداریم و 31,000 تا بیت کوین داخلش. رتبه 3 هم همینطور که کیف پول بیت کوین غیر قابل مطالبه است. حدود 53,880 تا بیت کوین درش قرار داره و هیچ تراکنش خروجی برای این ستا از زمان ساتوشی ناکاموتو ثبت نشد. رتبه 2 میرسه به کیف پول صرافی امتیگاکس 79,957 تا بیت کوین. یکی از بزرگترین وقایع تاریخ بیت کوین است. این صرافی همونطور که بهتون گفتم سال 2010 برای اولین بار راه اندازی شد. 70% از کل تراکنش های بیت کوین داخلش پردازش میشد، ولی تو سال 2011 تا 2014 مورد حمله قرار گرفت که منجر به از دست رفتن بیش از 650,000 بیت کوین شد. ولی اون کیف پولی که مربوط به هکرها بود هنوزم که هنوز 80,000 بیت کوین داخلش هست، ولی خب دسترسی بهش آسون نیست. و رتبه اولم میرسه به کیف پول آقای ساتوشی ناکاموتو با حدود 1,000,000 بیت کوین که بزرگترین دارنده بیت کوین، حتی از شرکت‌های بزرگی مثل ماکرو استراتژی هم بیشتر داره. و فکر کنید یه روزی آقا تصمیم بگیره بیت کوین های خودش رو بفروشه. من علی رحیمی زاده از چنل SMC Master از شما تشکر میکنم که ویدیوی بنده رو نگاه کردید. یادتون نره که حتما چنل بنده رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید. فعلا